براتون بهترین دستور شیرینی کشمشی رو آوردم که بدون نیاز به فر و همزن و کره میتونید همچین شیرینیای نرم و خوشبافتی رو با تابه درست کنین. ذخیرش کن گمش نکنین. یه دونه تخم مرغ رو با نصف لیوان پودر قند کمی میزنیم تا پودر قند کاملا حل بشه. حالا 1/3 لیوان روغن مایه رو بهش اضافه و مخلوط میکنیم. بعد از اون 1 لیوان آرد رو به همراه 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر روی موادمون الک میکنیم و نصف لیوان کشمش رو هم بهش اضافه میکنیم. هم میذاریم تا یه خمیر کاملا چسبنده به دست بیاد. دستامون رو کمی چرب میکنیم. از خمیر قلقلی هایی به اندازه گردو درست میکنیم و با فاصله داخل تابه چرب شده یا کاغذ روغنی دار میچینیم. روی شیرینی ها رو کمی با انگشتمون صاف میکنیم. در تابه رو دم کنی میذاریم و روی شعله پخش کنه از قبل گرم شده به مدت 20 دقیقه قرار میدیم تا پخته بشن. زیرشون که طلایی شد یعنی آمادن. نکته‌ای که داخل کپشن نوشتم کمک میکنه تا شیرینی هاتون تا چند روز نرم و تازه بمونن. نوش جان.